start by extending my thanks to من میخواستم پیش از همه در آغاز سخنرانی خودم با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای یک صحبت پرمحتوا سازنده و اینچنین صحبتی که طولانی دوام کشید منتداری خود را بیان نمایم و آغاز نمایم. در دایره واخوری امروزه ما با جناب عالی مسئله های همکاری طولانی بین تشکیلات صحه و جمهوری تاجیکستان را که سال 1994 آغاز گردیده است بررسی نمودیم و اینچنین ما با مسئله های بی‌خطری یا که امنیت اعتبار خاص دادیم. من به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با باوری تام گفتم که جمهوری تاجیکستان برای تشکیلات ما در آینده همچون یک شریک با اعتماد در منطقه آسیای مرکزی باقی خواهد ماند. من البته نهایت خوشحال از آن هستم که امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالیت تشکیلات صحه را عموما و خصوصا فعالیت نمایندگی برنامه‌ای آن را در جمهوری تاجیکستان همه‌جانبه دستگیری می‌کنند. فعالیت یکجایی بین تشکیلات ما و جمهوری تاجیکستان امروز در تمام سه چینک‌ها پیش برده شده ایستاده است که این هم باشد چینک‌های سیاسی و حربی، چینک اقتصادی و اکولوژی و چینک انسانی میباشد. و اینچنین ما پیشنهاد نمودیم که تشکیلات صحه آماده است جمهوری تاجیکستان را در دیگر ساحه‌های غیر عنعنوی هم دستگیری نماید که این پیش از همه با افضلیت‌های جمهوری تاجیکستان نگرانیده خواهد شد. مثلا ما آماده هستیم که جمهوری تاجیکستان را جهت رشد اقتصادی پیش از همه از بنبست کمیونیکاسیونی برآوردن کشور، تامین نمودن مساعدت به سودا در منطقه بین تاجیکستان و دیگر کشورها، مقاومت با فساد یا که کورپسیا و اینچنین مقاومت با مسئله‌های شستن پول‌هایی که از حساب راه‌های غیر قانونی به دست آورده است آماده هستیم دستگیری نماییم. اینچنین من با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای در همشریکی آماده و اینچنین تشکیل نمودن کنفرانس سطح بلند امروزه آید به مقاومت با تروریسم و پیشگیری زوراوری پیشگیری اکستریمیسم خشونت‌آمیز که در آن من امروز سخنرانی نمودم منتداری خود را بیان نمودم. من باوری بر آن دارم که کنفرانس امروزه به ما امکانیت می‌دهد که همکاری خود را در آن مسائلی که امروز بررسی شده ایستاده است باز هم تقویت بخشیم و اینچنین آید بر راه‌های بهتر و ثمرناک مبارزه بر ضد این پدیده‌ها مبادله افکار و تجربه نماییم. کاتبات تشکیلات صحه در سطح مرکزی و اینچنین نمایندگی‌های تشکیلات ما در کشورهای گوناگون مثلا نمایندگی برنامه‌ای ما در شهر دوشنبه و ساختارهای دیگری مربوطه تشکیلات صحه به مانند انستیتوت رشد پرینسیپ‌های دموکراتیک کنونی و حقوق انسان و دیگر ساختارهای ما برای کشورهای اعضای سازمان ما جهت تهیه نمودن و اینچنین عملی نمودن استراتژی و برنامه‌های همه‌جانبه بررسی گردیده متوازن و اینچنین سازنده کمک خود را دریغ نمی‌دارد. مثلا امروز در دایره سخنرانی خود من ذکر نمودم که نمایندگی برنامه‌ای تشکیلات صحه در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه با جمهوری تاجیکستان جهت تهیه استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان آید به مقاومت با تروریسم و افراطگرایی کمک خود را پیشنهاد نمود. از جانب دیگر من امروز در سخنرانی خود ذکر نمودم که تشکیلات صحه برای تامین نمودن فعالیت متوازن یعنی که از یک جانب برای پیش بردن چاره‌بینی‌ها آید به تامین امنیت و از جانب دیگر با در نظر داشت رعایت حقوق انسان اینچنین کشورها را دستگیری می نماید. خیلی که من امروز گفته گذاشتم یکی از مثال‌ها از آن عبارت است که مثلا قانونگذاری آید به مقاومت با تروریسم می تواند یکی باید که عمل‌های زورآورانه را همچون جنایت اعتراف نماید. از جانب دیگر آن باید امکانیت دهد که آن گفته‌هایی که شاید که ما با آن راضی نیستیم قبول گردد برای ما. البته من فکر میکنم که اگر ما چاره‌بینی‌های یک جانبه بینیم این میتواند که مردم را باز به سوی تروریسم و افراطگرایی روانه سازد که ما باید که از این کار دست کشیم یا که پیش آن را گیریم. نقطه دومی که من میخواستم تاکید نمایم از آن عبارت است که تنها چاره‌بینی‌های وابسته به حفظ حقوق برای مبارزه بر ضد تروریسم و افراطگرایی کفایه نیست، بلکه در یک جایگی با این چاره‌ها ما اینچنین چاره‌های دیگر را آید به برقرارسازی جامعه عملی نماییم.
пешгирии терроризм ва ифротгароиро мо бояд ки дар асоси муносибате ки ба тамоми ҷомеа нигаронида шудааст пеш барем. дар ин ҷода ҷумҳурии тоҷикистон барои беҳтар намудани ҳамкориҳо дар байни милитсия ва ҷамъият имрӯз дар минтақаҳои гуногуни худ шӯроҳои ҷамъиятӣ таъсис дод ки мақсади он беҳтар намудан ва тақвият бахшидани ҳамкориҳо дар байни ин ду сохтор дар сатҳи маҳаллӣ мебошад. дар охир мехостам бори дигар зикр намоям ки мубориза бар зидди тундгароӣ ки метавонад ба терроризм ё ки ифротгароӣ оварда расонад ин танҳо кори як кишвар ё ки як сохтори алоҳида нест. барои ҳамин ҳам мо бояд ки дар ин ҷода ҳамаҷониба ҳамкорӣ намоем. дар ин раванд мо бояд ки бо ташкилотҳои байналмилалии бисёрҷониба ба монанди созмони милали муттаҳид, созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо, иттиҳоди аврупо ҳамкорӣ кунем ва аз ҷониби дигар ҷомеаи шаҳрвандиро ҷалб намоем то он ки якҷоя тавонем ба пирӯзиҳо ноил гардем. Thank you very much. Ташаккури зиёд. Thank you.